شاعربانو از مرگ استاد سالیانی زیاد میگذرد و هنوز هم اسم استاد لایق در سرخط ادبیات معاصر تاجیک قرار دارد. به نظر شما چی استاد را تا امروز ماندگار کرده است؟ ویژگی شعر لایق استاد لایق هم در همین است که استاد اونقدر ساده بیان بودند و اونقدر حرفای دلشون، درد مردم رو، درد جامعه رو، درد خودشون رو اونقدر ساده بیان نمودند که واقعا هم امروز از شعرهای استاد فراوان هر نفری که دلخواه نفر میتواند استفاده بکند و در دلخواه حالت و لحظه ها و این برد شاعر است البته که نه به هر شاعر میسر می شود و دست میدهد این گونه یک بخت بلند. چه تاثیر لایق به شاعران جوان و نسل نو گذاشته است؟ تاثیر شعر لایق برای نه تنها شاعران جوان تاجیکستان بلکه برای عموما همه ایجادکاران جوان جهانی حتی سهم خودش را دارد که این بارها احساس می شود و از جمله این سپیدم طریق سامانه فیسبوک یک شاعر جوان از ایران در سوگواری لایق شعر را نوشته است و مانده گذاشته است در فیسبوک. اونقدر تاثیرگذار بود، اونقدر تاثیر بخش بود که من یک لحظه در عالم اندیشه های خودم فرو رفتم که میانی جوانانی که ادعا دارند که ما شعر میگوییم انا میگونه امثال لایق باشد یک بلند بخته که بیرون از تاجیکستان برایش در سوگ او برای او ناله بکنن، گریه بکنن و شعر بگویند. وقتی ما خواستیم با شما صحبت کنیم و شما هم انتخاب کردید همین آرامگاه استاد لایق رو و گفتیدم که مثلا هرگاه دلگیر میشوید میگویید به این مکان. وقتی زیارت میکنم از همه این قبرها، این آرامگاه، تنها دو آرامگاه دو نفر با من تاثیر میگذارند و من میتوانم عقده دلم رو باز کنم، گریه کنم، سبک شوم، راز بگویم و اون لحظه های احساس میکنم که با من این دو نفر هم نفس هستند. یکی استاد لایق بزرگوار که امروز روزی تولدشون هست و دیگری استاد سیف رحیم‌زاده افردی که امروز روزی درگذشتهشون است. خود شما مثلا وقتی استاد لایق در حیات بودن زیاد هم صحبت شدید و شاید آخران هم صحبتیتان با استاد لایق در یاد دارید؟ یکی از محفل هایی که خیلی خوب در یاد من مونده است این محفل سال 1995 که در دانشگاه ملی تاجیکستان در فاکولته فیلولوژی تاجیک وقتی من در کورس 2 تحصیل میکردم ما با یکی از ادبیات شناسان خیلی بزرگ و با سماندگار استاد اساس‌زاده با ابتکار اون نفر واخوری برگزار گردید با استاد لایق شیرالی و در این محفل استاد اساس‌زاده از من خواهش کردند که یک شعر شاگردانه خودم رو در حضور استاد لایق بخوانم و میانی هم از شعرهای خودم انتخاب کردم شعری رو که واقعا هم من کمی در کم پیروی میکنم از شاعری ولی واقعا هم پیروی کرده بودم در اون شعر از یک شعر استاد لایق و این شعر رو وقتی خوندم میانی اون شعر یک مصرع فقط مال لایق بود و این شعر تقریبا چند مصرعش در یادم است. تو دیگر بار نیا جانبی من نپذیرد دل غم دیده، تو دیگر بار نیا جانبی من نپذیرد دل غم دیده تو رو، تو دیگر بار نیا فهمیدم دیده بشنیده و سنجیده تو رو، تو دیگر بار نیا جانبی من، تو که از سادگی و بیخبری از نخستین خطر کبیده رفتی از من با امیدی دیگره. و همین مصرع از نخستین خطر کبیده این مصرع از یک شعر استاد لایق بود. وقتی من شعر رو میخوندم شعر خیلی دراز است و متوجه میشدم که استاد میونی مصرع های من مصرع خودشون نمیشناسن ولی استاد این هم یکی از یعنی که خصوصیت های خاصی استاد بود که با یک اشاره به خودش زیبنده اشاره کرد. همون وقتی من گفتم از نخستین خطر کبیده استاد نازکانه اشاره کردن و من درک کردم که استاد مال خودشانه مصرع خودشانه میونی مصرع های من پیدا کردن و بعدا من خودم تاکید کردم که استاد این مصرع مال شما است و الهام از اون شعر شما بود و استاد به من دستی دعا دادن. این برای من بخت بلند است. استاد لایق شیرالی شاعران جوان رو دوست می داشتند و چه خیلی بود نظرشان دستگیری میکردند همون زمان؟ استاد لایق شیرالی شاگردان خیلی زیاد دارند، خیلی زیاد
ва ин худаш аллакай дарак медиҳад аз он ки устод шоирони ҷавонро дастгирӣ мекарданд ва мисле ки имрӯз аксари олимон ва шоирони аҳди нав андеша доранд ки гӯё ки ҳамаи ҳарфҳо гуфта шуд дигар ҳарфе дар шеър барои гуфтан намонд. устод ин гуна ақида надоштанд ва дар як шеърашон гуфтанд ки гарчи шоир минбари виҷдони халқ аст, гарчи шоир рови армони халқ аст, нони шоир аз сухан не, нони шоир нони халқ аст. халқи мо аз батни модар шоир аст, шоири дар кулли шоирҳои дунё қодир аст. ле гарчи рӯдакиву ҳофизу хаёмҳояш буданд, ле гарчи айниву лоҳутиву мирзои турсунзода дорад, боз ҳам дорад ба шоир эҳтиёҷ. шоире то меҳнати ӯро ситояд, шоире то қудрати ӯро ситояд. шоире гар дар хури дарёбҳо шеъре нагуфт, достоне лоиқи шеъри ҷаҳонгираш нагуфт. дар ҳаққи нону намак гар гуфт шеъри бенамак, он намак бешубҳа кӯраш мекунад, нони халқаш мезанад.